زمان حافظ خلقی تاجیکستان عبدالله نظری در همین کوچه زندگی میکرد و قدم میزد. تا حال مکتب هنری او پابرجاست. هرچند خودش در قید حیات هم نباشد، پیروان او تا هنوز کار او را ادامه میدهند. در شهر دوشنبه کوچه هست با نام عبدالله نظری، یعنی خانه استقامتی عبدالله نظری در همین کوچه است و حالا ما به قدم جای او میرویم. همین باغی که حاضر شما دیده ایستادید و نهال‌های گوناگونی که در این خانه در این حولی شما می‌بینید، هر یک نهال تاریخ شناندن خودش دارد و نهال‌های هست در اینجا که با دست خودی پدرم شنانده شدند و تا امروز بهره می‌دهند. شهتوتی که در این طرف می‌بینید، این شهتوت را هم پدرم خودش شنانده است. گرمخانه‌ای که می‌بینید، این گرمخانه را هم خودی پدرم ساخته است و همون میوه لیمون‌ها را از قرغان‌تپه آورده شناندگی است. خواجگی‌دار بود پدرم، مهنت دوست می‌داشت، سخت کار بود، مهنت دوست بود. انا کاری را که سر می‌کرد تا آخر انجام نمیداد، ما را روز نمیداد. ما کار می‌کردیم با همراهی اون کس. این بسیار خصلت خوبی هر یک پدر و مادر است و شادروان عبدالله نظری هم خیلی خصلت داشت. مهمان نواز بود، مهمان دوست بود. در خانه همه وقت بزم و تماشا و صحبت‌های خاصه میشد با شخصیت‌های بزرگ. اینجا رفت آمد داشتند، می‌رفتند، می‌آمدند و بسیار تا آخر حیات عمر خوب و با برکت دیدند و فرزندها و نبیره‌های زیادی را تربیت کرده از عالم گذشتند. در همین خانه همه وقت تا ساعت‌های 3 و 4 افسری را فقط ما тавлак менавохтем و доира менавохтем. فقط базм و سرود شعرخوانی و سرودخوانی بود در حولی مسافید حولی بابام. ممکن 10 ساله بودیم، 12 ساله بودیم. هر شب که در اینجا بازم و سرود دایره زنی و بازم و سرودخوانی بود، ممکن همون وقت مهری صنعت در همین وجود من جاری شد تا اون که ما همین صنعت همین بابگی را دوام میدیم. گرچند که بابام همین سختگیر که بود در همین ساحه صنعت، با همین مردی مهربان بود. هر همین شنبه یک شنبه ما را فرزندان را نبیرا را گرفته با ورزش و با سیر تماشا می‌برد. گرچه که در استراحت بودیم، هرچی خود با همون فکرش در مال و گاو و خواجگی خانه بود. پسرجان ایزرجان همون دوستا که قفای ماشین گیر، بچه هم جایی قد علف بود رفت در قفای ماشین بار کن. همه خیلی بایا بودن، دغل گپ نمیزدن، مهربان بودن، سیاست داشتن. سیاستی خیلی نه که از وی بترسند ما یا بترسیم. یک حرمت احترام بود نسبتشون، یک جذبه داشتن. بزرگوار پدر بسیار شخصی مهماندوست بودن، دوستای زیادی داشتن. ما کودک بودیم، همین تای باغ با وقتی می اومدن همین جا مهمانا می اومدند و یک بار همین خیلی شد که از همون مهمانا یک نفرشون اکای امریدین بهریدینوف بودن، نظرک زیادینوف دوستاش بودن، همون وقت اسو اودینایوف، همین شخصا خوشمراد یک رفیق دیگه شو اومدن می خانه باشگی بودن. من یادم است که اگه من که گاو مال نگاه میکردم همون بالا با گوسفندا داشتن. ناخوش همون اکای همون تقوی بهریدین بالا بابا اومد همون گوسفند دید و یک کشاله کرده گرفت وارد اینجا که همینم میکشه. من که یکنم می گوسفند من کلام کردم دلم نمیشد. همین گریه کردم که نه همین گوسفند من نمیکشین، من نمیخوام کشین. بعد همون وقت با یادم که همین نرخ گوسفند 70 سوم 60 سوم همین خیلی بود.
بعد یک گروه همون مهمونو طرفی من شدن که بچه ها که غم نتیه زیق نکنین گوسپند شد نکشید ولی خوب نمیشه بچه زیق میشد همین نرخ گوسپند همین دو کراول بستگی ایناشون همین نرخ گوسپند اویسته ایناشون 100 سوم نه 200 سوم مانند همون وای شد پولی چوده است همین خیال کردم که نرخ گوسپند خیلی کردم خیلی بچه یوش منم فکر کردم ولاسیپد میخریم کوچ میخرم بودم راضی شدم همون گوسپند همین خیلی و یا هم بود یادداشت ها بود همین خیلی یادداشت ها عبدالله ناظری 20 سپتامبر سال 1930 در ناحیه دروازه ولایت کوهستان بدخشان به دنیا آمده بعدا سال 1954 به شهر دوشنبه دعوت شد و تا آخرین نفس در همین حولی عمر به سر برده است. استاد عبدالله ناظری خانه زیبا داشت، کودکان زیبا داشت، همسر زیبا داشت و هر یک ستون این خانه نقشی ماندگار و عجیبی دارد. خاکی پایش را جبینم پیش دستی میکنه خاکی پایش را جبینم پیش دستی میکنه یادم است که از خدمت عسکری اومده بودم یک شب در دره رومید داریم همونجا اگر اهمیت داده باشین در سری منم همیشلی توقی اگه در سری پدرم توقبه توقی چوستی کمتر پستر رو بسیارتر همون رو استفاده می‌بردم همه وقت سبت‌هایشان را بسیار جامعه ملی تاجیکی ملی خودم رو دوست می‌داشتم لباس‌های یادم بس کتمان میگفتن همیشه جیبک‌های همیشلی داشتن همون فصلی تابستون همونا بسیارتر دوست می‌داشتم در اون دورش شلیپ بود همون شلیپ کتیبایی رو می‌پوشیدم عبدالله ناظری در سن 27 سالگی عنوان حافظ خلقی تاجیکستان را گرفت. همین پنجتار زیبایی را که می‌بینید چوب این تاریخی 100 ساله دارد و این را همراه برادرش محمدالله ساختند که تا حال در این خانه محفوظ نگاه داشته می‌شود. این از خانه است از خانه ستون به یک خانه قدیمی در منطقه درواز بوده در اون منطقه که رفتیم همین ستون بدید بسیار کلان بسیار ستون با قوت بود بعد پدرم گفت که اینا چقه نشوید من خودم میبیارم از این من تنبور میسازم فعالیت ایجادیش با همین تنبور ثبت‌های تلویزیونی و ثبت‌های رادیوییش با همین اسباب کردند و این در دست من همچون توفه از پدرم یادگاری مانده است. اسباب‌هایی که در این خانه شما دیده استودید اسباب‌هایی که با استاد شادروان عبدالله ناظری از طرف شخصیت‌هایی که در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان زندگی می‌کردند و عبدالله ناظری با آنها روابطی دوستانه و خویشتباری و قومیگری داشتند بعد از هر یک معرکه‌ای که در آنجا هنرنمایی می‌کردند به این کس توفه کردند. دوتاری پرده ساختی مردمی خوجند از استاهای خوجند اینا ساختند با استاد تقدیم کردند و من این 3 تار میگویم و 5 تاری بدخشانی ساختارش هم با اسباب‌های بدخشان تعلق دارد این اسباب از یکی از شاگردانی دست پروری من هست که به خاطر استاد 1 سال 2 سال شد که در همین خانه